بخور جسی. آیس بلوبریه بخور. بچم قهوه دوست داره. حامد من با همه شرایط تو برای ازدواج اوکی ام. پس مبارکه بزن دستو. یه لحظه وایسید. وایسا. نه من یه شرط خیلی بزرگ دارم. میخوام که توی آدم خیلی معروفی بشی. خب الانم کل محل منو میشناسن دیگه. نه حامد بزرگ فکر کن، میخوام کل ایران بشناسنت. آها یعنی باید در سطح بین الملل ما شرارت کنیم. نه بابا این همه راه هست واسه معروفیت. حامد چرا به فش فرو کردی؟ حالا برم. چرا به فش فرو رفتی؟ آها الان تاره کارت دست منه. معروفترین آدمای دنیا کیان؟ فوتبالیستا. آره. تو هم قدت خوراک دروازه‌بانیه. قد بلند هر چی زدن میگیری. مثل آلن شرنی با موهای قرمز، حنا دختری در مزه، جنیفر لوپز، آنجلینا جونی. پاشو بریم. آماده ای دیاره؟ اوف زیاد خیلی. رو بخاری نشستی گفته بودم؟ داغ کردم اینا الان نوجوانان محلاتن. خب اینا رو اگه بزنی میفرستمت لیگ برتر. بزرگسال برم. زرد و پاس بده. قرمز حریفه. ماشاءالله چه گل تمیزی. دمت گرم. جمع کن. لاپای نه. لاپای کن. عیبی نداره. ای بیو. جان داشت بحتی. منو نگاه نکن. بازی اون بره. جان چی رو؟ بازم خورد. دروازه بالیم چطوره؟ ماشاءالله چه گلایی میزنم بیشتره با. دمتون گرم ماشاءالله. آی دهن احمد. نشالا بزن آمادم بزن. زد. هشتی 3-2-1 بگو دیگه. بابا 3-2-1 نمیگه. زد. توپو وسط میکاره. گل. آش نوکرتم. چشای من آش کوچیکتم. بیا بریم بیرون. بیا. یه دونه آجر بزنید بزش. بیا بریم. امروز روز تو نبود. بیا بریم. داداش کجا داریم میریم دقیقا؟ اینجا دقیقاً اونجاییه که باید دیگه معروف بشی. واقعا؟ من میدونم کارمو بلدم. آی کرجدن انشالله یه دونه نقش در حد جمشید هاشمپور به داداش بده که معروف بشه. الان سینما دست محمد نویدزاده است. اونی که من میگم بازی کنید. دنبال من بیار. نور صدا دوربین حرکت. نرو سکینه. اگه بری من دیگه تو محل نمیتونم سرمو بالا بگیرم. نمیشه دیگه حامد. میدونی من چند سال به پای تو نشستم. میدونی تو روی کیا وایسادم که تو روی تو وایسادم. میدونی از کیا گذاشتم. حامد تو چی میدونی؟ تو اصلا هیچی نمیدونی. سکینه تو اگه بره نمیگم مهدیشون کم داشت. نمیگم خودشون یکه بزن بود. نه سکینه. نه حامد نه. دیگه باید برم برای همیشه. خداحافظ. شپند دنزه بینم. برو خونه بینم. سریع من میرم بدو. کات آقا کات. دیالوگو چرا خراب میکنی؟ قربونت برم. داد میزنی یا تاقام میزنی یا میگم احترام سن تو دارم. جمع کن میرم. آی کرجدن من بهت گفتم دیگه هاشم جمشیدپور. شما هی گفتی محمد نویدزاده. اما تمام شد دید. اشمار کم نباشه. بابا اینا چرا این شکلی؟ بیا بریم بابا. منو کجا آوردی؟ 5 شمه. سوگل جان من به خدا همه تلاشمو کردم. نشد که نشد. تلاش تو چه فایده‌ای داره وقتی تهش هیچی نشدی؟ راست میگه دیگه هیچی نشدی. الیور کان. یعنی الان با من ازدواج نمی‌کنی؟ راست میگه دی. باش ازدواج کن. دوستتم تو عروسی بیار. معلومه که نه. بهت گفتم یا معروف میشی یا بی خیال من میشی. راست میگه دیگه بی خیال این میشی. چطوره؟ خیلی خیته. کیه؟ اسی بی پدره. 5 میلیون فالوور داره. 5 میلیون چیکار میکنه؟ همینجور رو سر میکنه چرت و پرت میگه. خیلی خفنه. مشی ما تو محل آبرو داریم. ما پیست ناموسن. تو مگه نمیخوای معروف شی؟ پاشو بیا دیگه بابا. اون با من. چی شده مرسده؟ حاجی
با دوست پسرم کات کردم. چرا آجی؟ به اون خیانت کرده بود. آجی همه پسرها همین گونه هن. خدا شانس به دوست پسر چه گونه نیست. دوست پسر چه گونه نیست. برای من این گونه نیست. خب چطور شد این الان؟ خوب بود؟ به نظر من زیاد جالب نیستش. چقدر شده پیجت؟ من بابا ریدم 3 روز پیش پست گذاشتم 7 تا لایک خوردم 4 تا کامنت فوش کردم. تو چند کا شدی؟ من 750. 750 کا؟ هرچی اسکل تو این اینستاگرام داره پیشرفت یه میکنه. لحظه اسکول بازدار نه میخوام تبلیغات بزنم. سلام سیسیا چطورن خوبن؟ بچه ها من از کابینت علیرضا رفتم به خودم کابینت خریدم از دمگست. کیفیت کاراشون خیلی بالاه. متریال در از یک قیمت پایین 3 تا شعبه فعال دارن. نظرآباد هشت متلگو پیجشو پایین این پست میذاریم. از طرف ما هم 10% تخفیف میدن. آسیا اینجا آقا نوبتی الان یواش همه تو میرسه. آقا ببخشید بله. راز موفقیتتون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه با شما نبودم با شما بودم. راز موفقیت ما خواهرم 2 بار میدیدیم این فیلمو، بعد دادیم دنده 6 جیر بوکس ترکوندیم. به به آقای تبریزی. اصلا بزا نمیارم نه اصلا. ای بابا معلومه معروف شدی نباید هم بشناسی. معروف نه مردم به من لطف دارن. برام بر آفرین مردم. معروف مردمی ما اصلا. حالا که شدی حامد تبریزی میتونیم با هم باشیم ها. حامد تبریزی داداش ببخش نازدم سلطان، من سختی کشیدم به این رسیدم. بابا یه دقیقه وایسادم حرف میزنم. ببین یه ضرب المثل ژاپنی هست میگه اگه تو سختی کنارم نبودی حق نداری تو خوشی کنارم باشی. بله. برو دیگه دنبال چی؟ حافظت پر شد گوشی رو هم اسم. برو دیگه تو هم فرار کن. برو بابا اسکل چی تو خودت دیدی جمگیر. سوگل به خدا جمگیر شدم. به والله از اول شناخته بودمت. جون من بیا غلط کردم. برید چه نمیبینم. بفرما خواهش کنم. قبلا میدادیم 6 بعد 5 دنده بود نمیدونستیم. جیر بوکس خورد کردیم رفتیم یه دونه اتومات خریدیم.